سلام بچه ها، به یه ویدیو دیگه خوش اومدین. امروز یه روز عادی نیست. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه امروز قراره بعد از دیدن این ویدیو خیلی از آدمای بد تحول درونشون ایجاد بشه و باعث بشه که دیگه کارهای بد نکنن. شما که کار بد میکنی، بله خود شما، بعد از دیدن این ویدیو دیگه کارهای بد نمیکنی. میدونی چرا؟ میدونی سرا خاطر اینکه قرار ما امروز با هم دیگه یه چند از وحشتناکترین زندانهای جهان رو ببینیم که شاید باورت نشه، ولی امکانش هست اگه کار بد کنی اونجا بیفتی. پس بریم با هم دیگه ببینیم، تو هم به کارهای بدت فکر کن. خب اولین زندان سولت پیت هست که توی افغانستان قرار گرفته و به این که یکی از وحشتناکترین زندانهای جهانه معروفه و میگن که انگار جهنم روی زمین. خب این زندان بهتون بگم همینجا که توسط دولت افغانستان هدایت نمیشه و توسط آمریکا هدایت میشه و از اونجایی که شما این زندان رو هیچ جا توی هیچ مپی و جایی نمیتونید پیدا کنید، انگار اصلا وجود نداره. بر همین اطلاعات زیادی راجبش نیست. تنها اطلاعاتی هم که هست از کارمندایی هستش که قبلا اونجا کار میکردن، الان دیگه کشیدن بیرون. یعنی حتی واسه اون کارمندان سخت بوده اونجا بودن. ببین برای اون زندانیایی که میرن اونجا دیگه چه خبره. اولین کاری که میکنن اینه که کسایی که قراره به این زندان منتقل بشن رو میکنن تو گونی و میبرن اونجا که اینا نفهمن که کجا هستن و این حرفا. و دومین چیز اینه که باید از این بترسی که هم اتاقیت قراره کی باشه، به خاطر اینکه کسایی که تو این زندان میفتن همشون کله گنده های گروه های تروریستی مختلف بودن که گرفتنشون و میبرنشون به این زندان. برای همین شما قبل از زندان باید از هم اتاقیت بترسی. نکته دیگه ای که راجع به این زندان هست این که هواخوری رو که کلا زندانی‌ها باید فراموش کنن، یعنی ببوسن بذارن یه بار دیگه، هواخوری اصلا ندارن. و اینکه تمام سلولاشون تاریکه، یعنی ظلمات، قشنگ پنجره که نداره، اگر پنجره داشته باشه میپوشونن و اینجا کلا زندگیشون توی تاریکی میگذره و نور خورشید و روشنایی رو حق ندارن ببینن و اینو میگن که خودش یعنی مجازاته، به خاطر اینکه خیلی سخته که همه عمرتو توی تاریکی بگذرونی و اینا نور رو اصلا اجازه ندارن ببینن. و یکی دیگه از مجازات هایی که دارن اینه که زمستونا اونجا خیلی سرد میشه و هیچ چیز گرمایشی و اینا وجود نداره و حتی اونا رو با شلنگ، یعنی آب سرد همیشه آب یخ میگیرن روشون توی اون سرما و لباسای خوبم بهشون نمیدن، یعنی نه اینکه لباس گرما، هیچ لباسی اصلا امکان داره که بهشون ندن. و یه مجازات دیگه ای هم که دارن اینه که امکانش هست که بعضی اوقات می اومدن همینطوری داخل و اینا رو زنجیر میکردن به حالتهای مختلف و میذاشتن طولانی مدت در اون حالت بمونن. مثلا یکی رو از پا آویزون میکردن با زنجیر و میذاشتن ساعت‌ها اونطوری بمونه. یکی رو مثلا میبستن زانوشو توی چه میدونم زانوشو میآوردن بالا به اینجاش گره میزدن با زنجیر و میذاشتن مثلا 17 ساعت اینطوری بمونه و این روتین همینطور ادامه داره. هر روز میان مثلا یه نفر رو یا چند نفر رو با زنجیر در حالتهای مختلف میبندن و اونا باید ساعتها یا روزها همونطوری در اون حالت بمونن و هیچ کم که نمیدونه کجا، حتی بدونم کاری نمیدونه چون خودشم میگیرن میبندن. این زندان رو سال 2002 درست کردن و تا سال 2006 هیچکی نمیدونست که اصلا همچین زندانی وجود خارجی داره به جز اونایی که اونجا کار میکردن دیگه و کسایی که اون تو بودن. و برای اینکه توی اون زندان نیافتی فقط یه راه وجود داره و هیچ راه دیگه‌ای به جز این راه وجود نداره که تو اگه بخوای که از این زندان قصر دربری و اونم اینه که این ویدیو لایک کنی و کامنت بذاری. خب این یکی زندان به نظر من زندان وحشتناکی نیست، ولی میگن برای زندانیایی که اون تو میافتن واقعا خیلی وحشتناکه. این زندان مخصوص کساییه که عصبیان، یعنی آدمایی که خشونت میکنن و خیلی عصبیان یا جرمشون چیزی بوده مثل تجاوز و نمیدونم حمله و کتک کاری و اینجور چیزا، کسایی که خیلی خشونت دارن. این زندان‌ها توی سوئیس خیلی معروفن و تو کشورهای دیگه هم شروع کردن که اینجور زندان‌ها رو داشته باشن. اینجوریه که این زندان‌ها همه جاش صورتی خالص، یعنی صورتی جیغ. اینجا ببینید خب یه همچین صورتی هست، به نظر من خیلی هم کیوت و گوگولی مگولیه، ولی
زندانیایی که این تو میفتن از دیدن این رنگ روانی میشن و میگن که ما برای چی اینجاییم. یعنی میگن که این البته میگن توی طولانی مدت باعث میشه که اینا روحیه لطیفی مثلا داشته باشه. یعنی یه متجاوزگر عوضی عصبی رو میندازن تو اینجوری میاد بیرون. میگن که خیلی تاثیر داره، ولی من فکر نمی‌کنم. زندان سوم کلونی 8 هست که توی اوکراین قرار گرفته و وحشتناکترین زندان اوکراینه. این زندان بیشتر از همه چی به این معروفه که بیشتر از اونی که جا داره توش زندانی کردن. این زندان حجم زندانی که توش جا میشه 200 نفره و الان نزدیک 700 نفر زندانی کردن توش و میگن که خیلی خیلی بیش از حد با اینا بد رفتار میشه و اینکه اصلا هیچ رسیدگی به این زندانیای بدبخت نمیشه. و خب اینجا اینطوری نیستش که فقط یه دسته آدمای وحشی روانی نمیدونم خیلی خلاف بالا ریخته باشه. هر زندانی گیرشون اومده گرفتن کردن این تو. و یه مشکل دیگه ای که این زندان داره اینه که وقتی زندانی قبول میکنن نه اثر انگشت میگیرن، نه اسم میگیرن، نه چیزی میگیرن. یعنی هیچ چیزی راجع به هیچ اطلاعاتی راجع به این زندانی ثبت نمیشه. میگن این زندانیه، میگیرن میکنن اون دور درو میبندن. همین. یعنی هیچ چیزی، هیچ اطلاعاتی که راجع به اینکه این شخص آیا تو این زندان هست وجود نداره. اگه کسی رو میخوای پیدا کنی و بهتون 700 نفر پیدا کنی. یعنی اینطوری نیستش که بیای بگی اسم این در اینجاست. نه، همچین چیزی نیست، اصلا وجود نداره. یه چیز جالب دیگه ای هم که این زندان داره اینه که اصلا امنیت بالایی نداره. یعنی مثلا شیشه که پنجره های زندان هیچ چیزی نداره، نه شیشه داره، نه نمیدونم چی میگن میله و پیله و اینجور چیزا هم نداره. ولی چون یه جایی قرار داره، یعنی توی جهنم دره‌ای که مثلا دورش هیچی نیست و نزدیکش هیچ شهری نیست قرار داره، وسط آب هم نیست، همش خشکیه. ولی زندانیا خیلی خوب میدونن که اگر فرارم بکنن زنده نمیمونن، یا از گشنگی میمیرن یا از خستگی میمیرن، از یه چیزی بالاخره میمیرن اون بیرون. بر همین میگن بازه همه جاش، ولی هیچکی دل فرار کردنشو نداره. و اینکه تمام نگهبانایی که اونجا هستن اجازه شلیک دارن. یعنی که اگه ببینی یه نفر داره میره، با اینکه میتونی بری بگیریش بیاریش، یعنی جایی نداره که بره، جایی هم نمیتونه. یعنی فضای باز آزاد، یعنی یه جای یکی فرار کنه بری روی سنگ واسه اینجوری اونجاست میاریش، اینجوریه. ولی اجازه شلیک دارن و اگه کسی بره نگهبان ببیننش تق میزنه. برای همین زندان باز، ولی کسی نمیتونه فرار کنه. زندان بعدی زندان فوجو هست که اسمش شاید خیلی گوگلی باشه، ولی یه زندانه توی ژاپن که میگن خیلی خیلی قانونمندن و اصلا نمیشه که قانونای اینا رو زیر پا گذاشت. و اینجوریه که تمام زندانیایی که توی این زندان هستن اجازه ندارن حتی یک کلمه با هم دیگه حرف بزنن و اگرم براشون ملاقاتی بیاد فقط اجازه دارن زمین رو نگاه کنن، سرشون رو بندازن پایین. حق ندارن که اون که ملاقاتشون اومده رو ببینن و تمام روز باید عین برده کار کنن و باقی روزو باید تستای روانشناسی و روانی بدن، یه چیزایی که با روان و اعصابشون بازی میکنه. و یه چیز خیلی 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 عذاب آور دیگه ای که دارن، حتی توی سلولای خودشون نمیتونن جوری که دوست دارن بشینن. یعنی مثلا میان رد میشن هر سلولی رو میگن مثلا شما امروز باید زانواتو بگیری تو پات بشینی، باید زانواتو بغلت کنی تو بغلت بگیری بشینی، یا تو مثلا باید یه پات بالا باشه یه پات پایین بشینی، تو یه وری باید بشینی. یعنی بهشون میگن که شما باید امروز اینجوری بشینی و اگه بیان ببینن که تویی که قرار بوده زانوات تو بغلت باشه پایینه، میبرند کجا؟ انفرادی. و توی انفرادی باید 10 ساعت روی زانوات وسط اتاق بشینی و نمیتونی جور دیگه ای بشینی. و اگه از قانونای دیگه سرپیچی بکنن امکانش هستش که تا 4 یا 7 ماه بیفتن توی انفرادی و انفرادیش هم اینه که باید روی زانو بشینن دیگه، یعنی نمیتونن کاری کنن، 7 ماه باید روی زانو بشینن. و توی طول این 90 سالی که این زندان وجود داشته هیچ کس تا حالا موفق نشده که این زندان فرار کنه. خب زندان آخر زندان تایگر کیج هست که توی چین قرار گرفته و این زندان اسمش از اینجا اومده که میگن بیرون این زندان پر از ببره و اینا ببره و اینا ببر و پلنگ و من همیشه با هم اشتباه میکنم. ببر خالخالی. آره.
ببره که اینا هم میگن که منتظر چیزن گرسنن و اگه کسی بخواد این زندان فرار کنه میگیرن میخورنت. بالاخره چیه؟ چه انتظاری داری؟ یا اون تو یکی میگیره میخورتت یا بری بیرون یکی میگیره میخورتت. نه همه چیو میخورن، چه برسه به تو. بعد این زندان اینجوریه که فقط آدمای سیاستمداری که خیانت کردن به کشور یا با یه بلای سر کشور آوردن، خیانت، سیاستمدارهای عوضی رو میگیرن میندازن این تو. و کسایی که تو این زندان میافتن فقط حکم چیز دارن، حبس ابد دارن. و اینجوری نیستش که این مثلا اروپا، این سوئد و نمیدونم آلمان، حالا سوئد من چون بیشتر در جریانم میگم، توی سوئد مثلا تو حبس ابد بگیری 20 سال بعد عفو میخوری میای بیرون، یا 4 سال بعد عفو میخوری میای بیرون، بستگی حالا داره که چیکار کرده باشی. عفو میخوری میای بیرون. اینجا اینطوری نیست، اینجا میگن حبس ابد، همون تو میمیری همونجا هم خاکت میکنن. اینجوریه قضیهش. و اینکه زیاد اونطوری چیز وحشتناکی نیست، یعنی باهاشون خب اون تو خوب 100% برخورد نمیشه، ولی میگم این زندان اولی که بهتون گفتم یا این که با پاشون رو بگیرن و یه جوری خاصی بشنن و اینا سخت نیست، ولی خب باشون خوب رفتار نمیشه دیگه. و اینکه برن بیرون ببرا میخورنشون ببرا میگیرن اینا رو میخورن. خب بچه‌ها این بود ویدیو امروز. امیدوارم که این ویدیو خوشتون اومده باشه، که میدونم که خوشتون اومده. این ویدیو رو لایک کنید، ساب کنید، زنگوله‌رم بزنید. ویدیوهای قبلی هم که ندیدید برید ببینید، اونا هم لایک کنید، ساب کنید، زنگوله‌رم بزنید. یه بار بزنید دیگه، ولی اونا لایک کنید، ساب و اینا هیچ کدوم یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، بای.